سلام به همه هنرمندای خوش سلیقه سمینگل. اگر از اسم الگو کشیدن تنتون میلرزه، امروز قراره که دلتون آروم بشه، چون توی این آموزش قراره این مانتوی خیلی شیک و راحت رو با همدیگه بدوزیم، اونم بدون الگو. نه برش پیچیده و نه فرمول سخت، فقط با پارچه، چرخ و یه عالمه ذوق. باورت نمیشه چقدر آسونه تا وقتی که نبینی. پس با من همراه باش و ببین که چطور بدون الگو هم میشه مانتو دوخت، اونم چه مانتویی. شروع کنیم، بریم که بدوزیم. و اگه خوشت اومد و دوست داشتی که بیشتر یاد بگیری، حتما کانال سمینگل رو سابسکرایب کن که آموزش‌های کاربردی زیادی تو راهه. اگه از آموزش خوشتون اومد، نظرتون رو برام کامنت کنین، ویدیو رو لایک کنین و با دوستاتونم به اشتراک بذارین. تو فقط بقیه بزن، بقیهش با ماست. برای دوخت این مانتوکوتی من باز پارچم رو دولا کردم. ببینید دولای باز پارچه به طرف منه و ترکی ها رو دقیق روی هم دیگه مرتب کردم. این خطی که اینجا رسم کردم برای اینه که میخوام ترکی پارچم رو دورریز کنم. حالا خطکش گونیام رو میارم. این قسمت خطکشم رو روی این خط قرار میدم و یک خط از این بالا هم رسم میکنم که پارچه‌ام مرتب بشه. الان این قسمت و این قسمت ترکی برای ما دورریز هستن. شروع میکنم و از خطی که اینجا رسم کردم به اندازه 12 سانت اینجا رو جدا میکنم و علامت میزنم. این 12 سانت رو تا پایین قد مانتوم باید جدا کنم. حالا علامت هایی که زدم رو با خطکش به هم دیگه وصل میکنم. از این خط بالایی که رسم کردم قد مانتو رو پایین میام و علامت میزنم. قد مانتو رو من 90 سانت اینجا علامت میزنم. دوباره از اینجا هم همون 90 سانت رو علامت میزنم و یک خط صاف هم از این قسمت میکشم. این 12 سانتی که اینجا جدا کردیم برای برگرد یقه ما هست و شروع میکنیم بعد از این 12 سانت علامت هامون رو میزنیم. بعد از این 12 سانتی که جدا کردیم اولین علامتی که میزنیم 8 سانت برای یقه هست. بعد 12 سانت برای سرشانه و بعد از علامت سرشانه هم قد دلخواه آستینمون رو روی این خط جلو میریم و علامت میزنیم که اینجا من کل پارچه رو در نظر میگیرم و قد آستین اینجا برای من 40 سانت در میاد. حالا از این قسمت به اندازه 10 تا 12 سانت پایین میرم و یه علامت دیگه اینجا میزنم. به اندازه 12 سانت من پایین اومدم. حالا این علامتم رو با خط اوری به گوشه یقه وصل میکنم برای شیب سرشانه و آستین. خطکش گونیام رو میارم و این ضلعش رو روی خطی که رسم کردم قرار میدم و این خط رو اینجا رسم میکنم. این قسمت برای ما باید یک زاویه 90 درجه داشته باشه. برای قسمت مچ هم روی این خط من 24 سانت رو علامت میزنم. حالا از علامتی که زدم یک خط صاف رسم میکنم حالا روی این خط به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 3 تا 5 سانت رو
جلو میرم و علامت میزنم. اینجا من 1/4 دور سینه رو به اضافه 3 سانت آزادی میکنم و 30 سانت رو علامت میزنم. برای قسمت پایین مانتو هم ببینیم بعد از این خط، بعد از 12 سانتی که اول جدا کردیم روی خط پایین مانتو به اندازه 35 سانت جلو میرم و علامت میزنم. حالا این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل کنم. برای اینکه این قسمت رو یک مقدار قوس بدیم از اینجا به اندازه 6 سانت پایین میام و 6 سانت هم روی این قسمت آستین جلو میرم و این دوتا رو به هم دیگه هلال میزنم. برای گوشه پایین دامن هم میتونم به اندازه 1.5 تا 2 سانت از این قسمت بالا برم و تقریبا تا وسط های دامن این رو یک هلال خیلی ملایم بزنم. این شد الگوی قسمت جلوی مانتو، یه الگوی کیمونوی خیلی ساده. در مورد رفع اشکال‌های الگوی کیمونو هم قبلا یه آموزش داشتیم که طبق اون دوباره من اینجا 1 سانت از سرشانه جلو کم میکنم و همون 1 سانت رو به سرشانه پشت اضافه میکنم. فعلا قسمت سرشانه رو برش نمیزنم. این قسمت ترکی هم که گفتم باید دورریز بشه. برای سرشانه قسمت جلو گفتم که 1 سانت رو از اینجا ما کم میکنیم. ببینید الان خطی که به شکل خطچین رسم کردم خط سرشانه من هست. پس من برشم رو از روی این خط قبلی انجام میدم که 1 سانت جای دوخ رو برای اینجا هم داشته باشم. این از برش قسمت جلو. حالا از روی این خطی که اول کار ما اینجا رسم کردیم و همون 12 سانتی بود که جدا کردیم، قسمت جلو رو دقیق تا میزنم و سنجاق میکنم. ببینید به این شکل این 12 سانت رو تا زدم. این قسمت رو فعلا برمیدارم. دوباره پارچم رو مرتب میکنم و قسمت جلو رو به همین شکل روی دولای بسته پارچه قرار میدم و مثل خودش برش میزنم. ببینید قسمت جلو رو روی پارچه مرتب کردم اینجا. حالا دوباره این 8 سانتی که برای یقه بود رو اینجا علامت میزنم و این خط صاف رو اینجا میکشم. ببینید دقیق از لبه پارچه این خط رو برای سرشانه پشت من علامت زدم و وقتی با 1 سانت جای دوخت این رو من برش بزنم 1 سانتی که میخواستم به سرشانه پشت اضافه میشه. از این قسمت بسته پارچه هم به اندازه 3 سانت برای یقه پشت پایین میام و هلال یقه رو رسم میکنم. حالا از لبه قسمت جلو خطم رو رسم میکنم. حالا از روی خطایی که رسم کردم
برشم رو برای قسمت پشت هم انجام میدم. فقط فراموش نکنید که برای سرشانه 1 سانت جای دوغ رو باید بذارید. برای طراحی یقه قسمت جلو، این قسمت رو که تا زده بودم باز میکنم دوباره. روی این خطی که اینجا رسم کردیم به اندازه 40 تا 42 سانت پایین میریم و علامت میزنیم. اینجا من 40 سانت رو علامت میزنم. از لبه پارچه هم دوباره همون 40 سانت رو علامت میزنم و یک خط صاف اینجا میکشم. از این قسمت خط 2 تا 2.5 سانت به سمت بالا و همون اندازه رو دوباره به سمت پایین میرم. اینجا من 2.5 سانت رو به بالا میرم و 2.5 سانت هم به پایین این خط و این 2.5 سانتی که به بالا و پایین رفتم به این نقطه وصل میکنم. در واقع اینجا ما قرار یک دال روی یقه داشته باشیم. بازی این دال هم میتونه سلیقه‌ای باشه. میتونیم تا 3.5 سانت هم این قسمت رو علامت بزنیم. از این گوشه هم به اندازه 6 سانت داخل میشم و این 6 سانت رو به این قسمت دال یقم وصل میکنم. قسمت پایین یقه میتونه به همین شکل باشه و یا میتونیم مثل بالا از این قسمت هم کم کنیم. اینجا من 4 سانت رو از این قسمت هم کم میکنم و دوباره این رو هم به خط پایین این دال یقه وصل میکنم. حالا این قسمت هایی که علامت میزنم برای ما دور ریز میشن. از روی خطم دقیق برشم رو انجام میدم. ببین این میشه فرم یقه ما که به این شکل قراره برگرده. برای قسمت جلو سجاف هم لازم داریم. یک پارچه من برش میزنم به اندازه قد مانتو در پهنای 25 سانت. این پارچه‌ای که برای سجاف من برش زدم، ببینید 2 لایه پارچه دارم به اندازه قد مانتو در پهنای 25 سانت. حالا قسمت جلو رو که یقش رو طراحی کردیم میارم و روی این سجاف مرتب میکنم. میتونم از این خطی که اینجا رسم شده به عنوان خط راستا استفاده کنم. فاصله این خط تا لبه پارچه اینجا برای من 13.5 سانت است. برای پایین هم باید همین اندازه باشه. اینجا 14 سانتی که من به اندازه نیم سانت این رو جابجا میکنم و همون 13.5 سانت میشه. الان سجاف من با یقه جلو در یک راستا قرار گرفتن. حالا سجافم رو دقیق از روی خطایی که رسم کردم برش میزنم. میتونم قسمت دال یقه رو خالی نکنم و بعد از اینکه این قسمت رو دوختم وسطش رو خالی کنم. پهنای سجاف رو اینجا من میخوام به اندازه 16 سانت علامت بزنم. پس این 16 سانت رو تا پایین سجافم به همین شکل من علامت میزنم.
علامت هایی که زدم رو به هم دیگه وصل میکنم. برای شروع دوختم اول سجاف مانتو رو میدوزیم. ببینید قسمت جلو رو به روی خودم قرار میدم و سجافی که برش زدم رو ببینیم پشت سجاف رو کامل لایی چسبوندم و سجافم رو به روی قسمت جلو قرار میدم. این قسمت سجاف رو خالی نکردم و میخوام که بعد از دوخت این قسمت رو خالی کنم. حالا این قسمت سجاف رو به جلوی مانتو کامل سنجاق میزنم، مثل این قسمت که سنجاق زدم و دوختش رو انجام دادم. ببینید این مسیر رو بعد از اینکه سنجاق زدم کامل دوختم، دوباره به این شکل به این قسمت که رسیدم 4 تا کوک زدم و دوباره این قسمت رو برگشتم و این مسیر رو هم دوختم. برای تمیزدوزی لبه سجاف هم من از نوار اوریب استفاده کردم. ببینید برای این سمت دوختش رو انجام دادم، برای این سمت هم همین کار رو انجام میدم. بعد از اینکه سجاف رو دوختم حالا میتونم این قسمت رو خالی کنم. این گوشه ها رو هم سبک میکنم. و گوشه این قسمت رو ببینید 2 تا چرت کوچولو میدم و سجاف رو برمیگردونم. بعد از اینکه سجافم رو برگردوندم خوب مرتب میکنم و یه اتوی مرتبم میزنم. بعد از اینکه سجاف ها رو خوب اتو زدم ببینید از روی این قسمت یک دوخت هم رفتم که سجاف و قسمت جلو از همدیگه باز نشه. حالا قسمت پشت مانتومون رو میاریم و به روی خودمون قرار میدیم. قسمت جلو رو هم روش قرار میدیم، از این سمت آستین قشنگ روی همدیگه مرتب قرار میدیم و ببینیم که چقدر از یقمون رو باید برگردونیم و تا بزنیم. ببینیم یقه رو برمیگردونم و به اندازه‌ای تا میزنم که 1 سانت جای دوخت اینجا برای من بمونه، چون که میخوام سجاف یقه پشت رو هم به این قسمت بدوزم. به این اندازه من میخوام که این رو تا بزنم. حالا سنجاق میزنم. و حالا یقم رو که به همین شکل تا زدم باید به روی قسمت پشت قرار بدم به این شکل. درز سرشانه و آستین رو باید بدوزم. برای این سمت هم باز به همین شکل. بعد از اینکه سرشانه ها رو دوختیم حالا سجاف یقه پشت رو هم به روی یقه پشت به این شکل قرار میدیم. هلال یقه پشت و این قسمت ها رو هم به سرشانه ها میدوزیم. سجاف یقه پشت رو هم لایی چسبوندم و دور تا دورش رو برای تمیز دوزی نوار اوریب زدم.
بعد از اینکه سجاف قسمت پشت رو دوختم، سرشانه ها رو سردوز زدم. حالا این قسمت هلال یقه رو سبک میکنم و چرت میزنم. حالا سجافم رو برمیگردونم. ببینید الان این درز سرشانه خیلی تمیز و مرتبه. کامل برمیگردونم و دوباره یقم رو مرتب میکنم و با اتو خط شکستش رو مشخص میکنم. به این شکل. بعد از اینکه شکست یقه هام رو مشخص کردم، حالا قسمت جلو و قسمت پشت رو به این شکل رو به روی همدیگه قرار میدم، مرتب میکنم و درز آستین و درز پهلو رو میدوزم. برای آستینای مانتومون من این نوار رو برش زدم. طول نوارم به اندازه دور تا دور قسمت مچ هست و پهنای نوار هم 12 سانت. ببینید نوار رو از وسط تا زدم و با اتو خطش رو مشخص کردم. حالا نوارم رو به این شکل تا میزنم. ببینید رو به رو و این قسمت نوارم رو میدوزم. برای آستینمون یه دونه هم پاگون لازم داریم. آستین این سمتی رو من دوختم. 2 تا نوار پارچه‌ای رو روی همدیگه قرار دادم. طول این نوارم به اندازه 30 سانته و عرضش هم 4 سانته که از این قسمت بالا 3 سانت پایین اومدم. به این شکل وسطش رو مشخص کردم و به این شکل اینجا رو هشت کردم و لبه نوارهام رو دوختم. فقط این قسمتش باز مونده که میخوام پاگونم رو از اینجا برگردونم. 2 سر نوارم رو به همدیگه دوختم و به این شکل دوختم رو با اتو باز کردم. پاگون رو هم دوختم. یک دوخت هم از لبه کار رفتم و این رو هم اتو زدم. حالا وسط این نوارم رو مشخص میکنم. نوارمون رو به روی آستین قرار میدیم. ببینید دوخت این قسمت رو روی دوخت پهلوی آستین قرار میدیم و به این شکل دور تا دور این نوارمون رو به آستین میدوزیم. به این شکل. بعد از اینکه نوارم رو به این شکل دوختم، حالا پاگونم رو روی نوار قرار میدم. ببینید وسط پاگون رو هم مشخص میکنم و روبروی نوار آستینم قرار میدم. نوار پاکتی. وسط این رو روی وسط پاکتی قرار میدم. به این شکل. حالا این نوارم رو برمیگردونم روی دوخت قبلی که انجام دادم و لبش رو هم 1 سانت به داخل تا میزنم.
به این شکل دور تا دورش رو به داخل تا میزنم و میدوزم. اینم از دوخت آستین مانتومون که این پاگونمون به این شکل برمیگرده و روی این درز سرشانه با آستین باید با یه دکمه فیکسش کنیم. برای نقاب جیب که حالت تزیینی داره من اینجا 4 تا پارچه برش زدم به طول 16 و عرض 9 سانت. ببینین از این قسمت 3 سانت بالا رفتم و وسط مستطیلم رو مشخص کردم. از 3 سانتی که بالا رفتم به خط وسط وصل کردم به این شکل از دو طرف. حالا از روی این خط ها این نقاب رو برش میزنم. دو تا از این تکه ها رو جدا می کنم و تقریبا به اندازه 1 سانت کوتاه می کنم این رو. حالا یه دونه از این تکه و یه دونه از این رو به این شکل رو به روی همدیگه قرار میدم و این قسمت ها رو میدوزم. قسمت بالا باز میمونه. نقاب جیبم رو دوختم، اتو زدم و یه دوخت نما هم از روش رفتم. قسمت جلو رو روبروی خودم قرار دادم. عرض لبه پایین به اندازه 23 تا 25 سانت بالا میرم و یه علامت میزنم. حالا من نقاب جیبم رو باید اینجا بدوزم. ببین به این شکل میخوایم که قرار بگیره. تقریبا 5 سانت از خط پهلو فاصله داره اینجا. جاش رو که مشخص کردم حالا به این شکل برمیگردونم و از روی اون 1 سانتی که کم کردم از نقاب جیب دوختم رو اینجا میرم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختم حالا نقاب جیب رو به این شکل برمیگردونم طوری که این قسمت کشیده نشه اصلا. برمیگردونم و از روی این قسمت یک دوخت میرم و همینطور این کناره های جیبم. اینم از دوخت نقاب جیبمون که از یه دکمه تزیینی هم برای این قسمت استفاده میکنیم. پایین مانتو رو من سردوز زدم و میخوام که خط تاش رو مشخص کنم و با کمک لایه چسب تمیزدوزی این قسمت رو انجام بدم که آموزش این تکنیک رو قبلا براتون گذاشتم بالای صفحه و توی دیسکریپشن هم باز براتون میذارم. دوخت مانتو و آموزش ساده امروزمون هم تموم شد. برای قسمت های جیب، این قسمت های یقه من از دکمه استفاده کردم و همینطور برای آستین. ببینید یه آستین ساده و متفاوت داریم اینجا. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه و نهایت استفاده رو از این آموزش هم ببرین. یادتون نره که نظرتون رو در مورد آموزش حتما برام کامنت کنید.